برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکتی محمد با شما هستم. طول یک هفته در فرودگاه‌های خوجند و دوشنبه ما شاهد این بودیم که مردم در فرودگاه، در کنارهای فرودگاه، در چهارباغ‌ها خواب می‌کردند، سمکه‌ها در تار سرشان. وقتی که از آنها پرسیده می‌شد می‌گفتند که هواپیمایی که به ما شرکتی که بلیط فروخته است، بلیط‌ها را گرفته آمدیم، هواپیما پرواز نمی‌کند. پرواز هواپیما را منع کردند و مردم نهایت کار چی شده است؟ سرسان و سرگردان در فرودگاه‌ها مانده است. امروز در همین باره بحث می‌کنیم. چرا چنین شده است؟ در برنامه خواهید دانست. حالا لطفاً شما تگمه لایک را پخش کنید. با کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. چون که این گونه بررسی ها تنها در پیام تیوی می شوند. تنها در برنامه تحلیلی دیدگاه. یک هفته است که صدها مهاجر در فرودگاه های خوجند و دوشنبه به سر میبرند. روی فرش، باغ‌های اطراف و خرک و بردیورهای حولی فرودگاه جای خوابی آنها شده است. آخرین مبلغ‌های قرض کردهشان را صرف غذای کوچگی میکنند، سوخوی پیاک، و به این امید هستند که به زودی مقامات تاجیکستان به هواپیماهایی که آنها بلیط خریدند اجازه پرواز خواهد داد. اما این بیچاره ها نمیدونند به پولهای قرض کرده یا از فروشی ماشین یا از فروشی گاوی در آغلشان بوده که بلیط خریدند، نه تنها شرکت های هواپیمایی بلکه بالای بالا در کشور چشم لا کرده است. بالای بالا که میدونید ها؟ بالا فرمان را کی داد؟ بالا. این گپ را کی گفت؟ بالا. هیچ کس دیگر چی میگن؟ سوال جواب نمی شود دیگر. رازبور نپادلیجید. تمام. همین بالا که گفتی دیگه دمی همه میگیرد، همه سرش خم، دستش پیشی بر می شود. مقامات تاجیکستان روزی 8 است که با پرواز چارتری شرکت های سیبیر و سیورنیویتری روسیه اجازت نمیدهد و پس از خاموشی یک هفته اینه بالاخره همین دیروز 18 می اعلام کردند که سبب منع پروازها بالا بودن قیمت بلیط های این دو شرکت است. غمخواری مقامات تاجیکستان را فهمیدید؟ به خاطر قیمت بودن بلیط هواپیما اینها به شرکت هواپیمایی روسیه اجازه ندادند که پرواز کنند. بلیط ها فروخته شدگی، خریده شدگی، مردم به فرودگاه آمدگی هستند برای پرواز. اینها نه بعد از یک هفته اعلان میکنند که ما سبب اینها را پرواز اینها را منع کردنمان همین است که اینها بلیط را قیمت فروختند. باور کردید؟ من نه. ما باور نکردیم. برای چی؟ ببینید، منبع ما که در این باره پرسیدیم میگوید حرف بحث درباره رشوه است که بالا توسط آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان از این شرکت های روسی طلب دارد. فهمیدید؟ بالای تاجیکستان، شخصی یکم تاجیکستان از این دو شرکت، شرکت سیبیر و سیورنیویتر،
دوله طلب کرده است. دوله میتی بعد پرواز میکنی، ندادی پرواز نمیکنی. اوی اینجا چقدر شهروندان شما سرگردان میشود. فرق نداره. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان گفته است که نرخ بلیط باید از 6000 سومانی تا 8500 سومانی باشد. اما این دو شرکت روسی با 13-14 هزار سومانی فروختند. با گفته اکرام سبحانزاده همین چیز سبب شده است به پرواز این شرکت ها اجازه داده نشود. اکو ببینید این که صدها مسافر نه تنها با قیمت گران بلیط خریدند بلکه بیش از یک هفته است در فرودگاه ها سرگردان هستند. این چیز مقامات تاجیک را به تشویش نمی بیارد. از این پروا ندارند که در این یک هفته این بیچاره ها قرض و بردارک کرده، گاو گوساله‌شان را فروخته، ماشین خونه‌شان را فروخته، بلیط خریده بودند. چیکار کردن اینها در طول این یک هفته؟ از 100 کیلومتر 200 کیلومتر گرد اطراف پایتخت آمدن تا پرواز کنند. خیش تبار داشتند یا نداشتند در پایتخت. اکثریت دیدیم که در فرودگاه ها، در خرک ها، در باغ گرد اطراف فرودگاه خوابیدند. سمکهشان در طور سرشان. همین نشانگری اون است که این بیچاره ها اکثریتشون از پایتخت نبودند. اقلا شبش رفته در خونهشون اگر خواب می رفتند. از طرف دیگر نگریم جزایی که در درون ناخونک آژانس اویاسیون به شرکت های روسی داده نیست بیشتر به شهروندان تاجیکستان ضرر می آورد نه به شرکت ها. به علاوه تشخیص دوباره کرونا ویروس که دیروز مسافران بنابر گذشتن مهلت تشخیص اول مجبور شدند با دوباره از تشخیص گذرند، هر کدام آنها صدها و برخی بیش از 1000 سومانی مصرف کردند. بغیر از این حالا ما متخصصان را پرسیدیم، کارشناسان همین ساحه اویاسیون را پرسیدیم، گفتند که طبق قانون بین المللی، قانون‌های بین المللی، در صورت تأخیر پرواز شرکت هواپیمایی وظیفه دار است مسافران را با جای خواب و همچنین با خوراک تامین کند. اما اینجا عیب شرکت هواپیمایی نیست، اینجا حالت دیگر است. کارشناسانی که ما پرسیده میگویند که شرکت هواپیمایی تنها در آن صورت وظیفه دار است به تامین مسافران با جای خواب و خوراک است که پرواز با عیب شرکت قطع شده باشد. در شرایطی که حالا هست، در این شرایطی که یک هفته باز مسافران بیچاره پرواز کرده نتوانسته در گرد اطراف فرودگاه خواب رفتند، پرواز را آژانس اویاسیون گراژدنی تاجیکستان منع کرده است و شرکت هواپیمایی حق دارد از تامین مسافران دست کشد. اینجا آژانس اویاسیون گراژدنی است که وظیفه دار است ضرر مسافران را جبران کند، اما نمی کند. چرا نمی کند؟ برای آنکه این آژانس از آن کس میدونید، از اون اویله. با اویله کی گپ میزند؟ با اویله رئیس جمهور؟ هیچ کس. خودشان شاه، تابشان وزیر. مردم سگ بر این مرده رود هم اینها درباره پول، درباره دوله فکر میکنند. درباره دوله. اگر نه این آژانسی
قبل از همه باید منفیت مسافران تاجیک را به نظر می گرفت. اما حالا چی؟ می بینیم که اینجا بیش از همه مسافران ضرر می بینند. کسی پروا ندارد. به همه معلوم است ضرر شرکت هواپیمایی از منع شدن پرواز بسیار ناچیز است. ببینید تماشا بینید عزیز، اگر پول مسافران، پول بلیط خریده مسافران پول را گردانیده شود هم، ضرر یک هفته استقامت در فرودگاه و ضرر روانی باقی میماند کو. حالا به همین گفتی سبحان اکرامزاده اهمیت دهید. این میگوید که حالا ما اجازه دادیم که به طور استثنایی مسافران همین بندمانده را ببرند، اما تا زمانی که نرخ را پایین نآورند اجازه پرواز نمیدهیم. اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی اویاسیون گراژدانی گفته شده است این گپ را. نوکری تخمینه. سوال به وجود می آید که چرا همین استثناء را یک هفته قبل نکردند و صدها مسافر را این همه روز در فرودگاه ها سرگردان ساختند؟ چرا در حال همین کار را نکردند؟ گفتند که میلش بلیط ها فروختگی، مردم آمدگی، مردم را نداریم پرواز کنید، دیگه پرواز کردن نمیمونیم تا نرخ را نفرارید. چرا همین را در حال نکردند؟ این مردم یک هفته در آنجا رنج کشید، عذاب کشید، کودکان خردسال داشتند. یک تحقیق ما نشان داد که قیمت بلیط های سومون ایر و اورالسکی اویالینی نه تنها ارزان تر از بلیط های سیبیر و سیورنی ویتر نیستند، بلکه در اکثر حالت ها قیمت ترند. به خاطر قیمت بودن بلیط اگر شرکت هواپیمایی با پرواز باید اجازت نداشته باشد، همین سومون ایر را تماما باید حق پرواز ندهند. همین سومون ایر تماما حق پرواز نمی داشت. چرا؟ از همه قیمت ترین نرخ سومون ایر است. نسبت به همسایه کشورها نگاه کنید، نرخ سومون ایر در فلک است، اما شرکت اورالسکی اویالینی هم دادر سومون ایر است یا خواهر سومون ایر است. چه است که این شرکت روسی هم برابر سومون ایر چقدر نرخ خواهد میماند لیکن پرواز میکند. خر میفهمیم شرکت سومون ایر صاحبش کی است تعیین؟ اویله زوری آژانسی اویاسیون گراژدانی به سومون ایر نمیرسد. اما چرا اورالسکی اویالینی امتیاز گرفته است؟ چرا؟ طبق اطلاعی که ما پیدا کردیم، مدیریت آژانسی اویاسیون شهروندی از دو شرکت روسی رشوه‌های کلان طلب دارد. دهانشون به رقم ها قریب که نمی گنجد. اینها برای هواپیمایی 180-200 نفره $20,000 و برای هواپیمایی بوینگ 777 سیورنی ویتر $40,000 از هر پرواز طلب کردند. دولیه شرکت ها که حساب کتابشان را کردند دیدن که هیچی نمانده شده است. با دادن این رشوه های بزرگ راضی نشدند.
بعد مسئولین آژانس به این شرکت ها گفتند که دلار دادید پرواز کردید، ندادید یگان چیز از دست ما نمی‌آید، چون که این فرمان از بالا شدگی است. دلار را حتما بگیرید. فرمان از بالا. کی بودن بالا را نمیگویند. اما فهمیده میشه و دخیر این بالا کی است که هیچ کس به زورش به این بالا نمیرسد. مردم را این بالا سگ بر این عذاب میدهد فقط به خاطر دوله شده، اما هیچ کس پشه این بالا را پیشت گفته نمیتواند. تعیین است اخیر. با در نظر داشتین که تمام ساحه ها بین اعضای عائله یا خانواده امام علی رحمان تقسیم شدند، می شود تخمین زد که این بالا تخمینه امام علی است، دختر رئیس جمهور. دختر رئیس جمهور قبلا فروش بلیط های تاجیک ایر را منوپولی کرده بود و امسال فروش بلیط های سامان ایر را هم به دست گرفته است. طبق اطلاعی که ما پیدا کردیم، تخمینه امام علی بارها کوشش کرده است فروش بلیط شرکت های هواپیمایی روسی را هم به دست گیرد. هم شرکت های روسی که به تاجیکستان پرواز میکنند و از تاجیکستان پرواز میکنند باید به تخمین دلار بدهند. اما حالا لجام شرکت های روسیه که به تاجیکستان پرواز میکنند موفق نشده است که به دست بگیرد. اشاره حالا آژانس اویاسیای گراژدانی که به فایده شرکت ها کرده است، از پروازهای چارتری دلالت بر این میکند که مقامات تاجیکستان یا انیخترش همان بالا با کمک آژانس فایده شرکت ها را حساب کردند. یعنی آژانس اویاسیای گراژدانی به بالا گزارش داده است، حسابات داده است، حساب کرده داده است که این شرکت ها از انتقال مسافران چقدر فایده میبیارند. کاری که اصلا در صلاحیت آژانس نیست. همین 20,000 و 40,000 حجم رشوه یا دالیه طبق همین حساب معین شدگی. سپوتنیک تاجیکستان رو خوندید سایتش رو. یک کارمند این نهاد گفته است که به این خبرگزاری اگر یک طیاره به یک پرواز 200 نفر را با قیمت میانه $800 انتقال دهد، عدد $160,000 حاصل می شود که شرکت از این پول در تاجیکستان روسیه $25,000 خراجات فرودگاه، $1,000 حق خدمت ایرونویگاسیون، 9,000 برای خرچهای ماموری و 20,000 دیگر را برای ساعت پرواز و سوزشواری پرداخت می کند. بقیه $80,000 فایده صافی آنهاست. این رقم ها حدودی هستند، یعنی تخمینی، و رقم های دقیق ترین از آنها کم هستند، زیاد نه. اکنون از منبعی که ما معلومات دسترس کردیم، عملهای آژانس اویاسیون نیز ضمناً تصدیق میکند. اگر هدف این نهاد کمک به مهاجران با پایان آوردن نرخ می بود، پیش از من کردن پرواز باید این چند کار را اجرا میکردند. مثلا فروش بلیط ها را نظارت میکرد و از شرکت های هواپیمایی
زمان فروش بلیت طلب میکرد که قیمت ها رو پایین فرارند. کرد همین کار رو پیش از فروش بلیت؟ نکرد. چیزی دیگر قبلا اعلان میکرد که در صورت بالاتر از مثلا گریم فلان نرخ، وقتی که در صورت مثلا گریم بعد همین نرخ فروخته شدن بلیت ها به پرواز ها اجازه داده نمی شود تا که هم شرکت ها و هم مسافران از اون آگاه باشند. کرد همین کار را؟ نکرد. نگفت که از همین نرخ بالا نفروشید. جیم ایستاد تا بلیت ها فروخته شدن و مردم به فرودگاه ریختن. چیزی دیگر در صورت بیخبر ماندن از فروش بلیت ها با نرخ گران از شرکت طلب میکرد به مسافران نرخ اضافه را برگرداند. کرد همین کار را؟ نکرد. خیر فرض کردیم که بیخبر موند شرکت بلیتش را فروخت از مردم آمده است. اگر اینها غمخوار می بودند مردم را یک هفته داشته نمی سودند، به شرکت می گفتند که بقیه پول مردم را برگردان، تو بلیت را قیمت فروختی. همین کار را کرد؟ نکرد. یگان این کارها انجام نشد. بعد فروخته شدن بلیت ها و به فرودگاه آمدن مسافران، آژانسی دیگر حق نداشت پروازها را منع کند. دیگر حق نداشت. حدی اقل باید از مسافران میپرسید که آیا آنها به همین مبلغی که به همین قیمتی که بلیت خریدن راضی اند؟ راضی هستند که بنابر غارت شدنشان پروازشان به تاخیر گذاشته شود و یک هفته سرسان و سرگردان در فرودگاه ها بخوابند؟ حالا نگاه کنید ببینید، بعد من کردن پرواز با قانون شکنی ها هم آژانسی اویاسیون گراجدانی تاجیکستان برای رعایت حقوق مسافران و شهروندان کشور باید چند کار را انجام میداد. چندین کار را باید انجام میداد. مثلا نگاه کنید، با مسافران ارتباط برقرار میکرد، با آنها وضعیت را میفهماند و آنها را به خانه هایشان میفرستاد. میگفت که در خانه هایتان بمانید، رقم های تلفنتان را در ما گذارید، به خانه هایتان برگردید، وقتی که همه مسئله حل شد ما به شما زنگ بزنیم، به فرودگاه میبوید، ساعتش را معین میکنیم، پرواز میکنید. کرد همین کار را؟ نکرد. مصرف مسافران را به دوش میگرفت و در صورت معین شدن گناهکاران از آنها رویانیده به مسافران میداد. کرد همین کار را؟ نکرد. در صورتی که مثلا پرواز لغو شد، در صورتی که پرواز لغو شد پول مسافران را گردانده میداد. گردانده داد؟ نداد. این چیزها باید از جانب آژانس به اجرا می رسید. چرا این کارها اجرا نشده است؟ حالا آژانسی اویاسیون گراجدانی که به عائله تعلق دارد از خودش پدر غمخوار می تراشد. اما می بینیم در غم مردم نه، در غم کیسه خودش است. چی دیگر؟ در صورت حل مشکل با شرکت ها با مسافران در تماس می شد و رساندن آنها به فرودگاه ها را تامین میکرد. مردم به خونهش رفته می ایستاد، در خونهش با شرکت ها بحث را حل میکرد. بحث که حل میشد به مسافران زنگ زده میشد و آمدن مسافران را به فرودگاه تامین میکرد. آنها باز یک بار دیگه به عیب اینها، بس خاطر آن که اینها گپشان نپخته است
در سر دالیه مردم سرگردان شده است، به خانه هاشون گشته میرن، از حساب خودشون باز از اونجا میبیان به فرودگاه از حساب خودشون. نه، این رو آژانسی تامین میکرد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه خودی همین آژانسی پرواز رو منع کرده است. با دعوایش این است که به خاطر قیمت بودن نرخ بلیط پرواز رو منع کرده است. یعنی خودش رو غمخوار میتراشد، به مردم غمخوری کرده ایستاده است. اوی بلیط خریده شدگی، مردم به پرواز اومدگی، انصافت را خواه خورد، به فراساتات برم، هیچ گپی کار را فراساتت نگرفت، گپی برآوردگیت را بین. با کدام عقل یک نفری همین گپ ها را تشخیص کرده برآمدگی یافت نشد که همین گپ را برآوردید؟ آخر این گپ درست باشد سامانه را بس پرتاید دیگه پرواز نکند. نرخش از نرخ شرکت های قرغیزی یا پروازهای قرغیزی 2 برابر است. نرخ سامانه چرا بس نمیپرتاید؟ خودتون به خودتون گپ خریده میستید. برای چی؟ برای که حتی فراست عقل گپ زنی ندارید. کدام دیوانه بلگوی رو بردید موندید، همین هنرش همین قدر است که دست پیشی بر کرده به شما خوب گفته گپ زده میتونه. تمام خوبگویی بلگویی رو میدونه. تمام. نه عقل داره، نه فراست، نه تمیز. شما گفته داله رو رویونده بیا، بعد به پرواز اجازتی. این در همین قدر جای ایستاده است، دیگه چیز رو فراستش نمیگیرد. مردم سرسون و سرگردان. این چند چیزی که ذکر کردم یگان تاش رو کرد که حتی وظیفه‌اش است، یگان تاش رو انجام داد؟ نداد. صدها مسافر رو بیش از 1 هفته سرگردان کرد. چقدر ضرری مالی و روانی با آنها وارد کرد. این کار جنایت است. این کار جنایت. باید طبق قانون چاره اندیشیده شود. پروکراتور در کجا است که اجرای قانون را نظارت کند؟ زورش نمیرسد. گویا که در تاجیکستان نهاد به نام پروکراتور وجود ندارد. گویا که در تاجیکستان نهاد به نام ضد انحصاری وجود ندارد. وجود دارد اما برای آینه نه. زوری یگان مقامه که باید به این قانون شکنی ها واکنش نشان دهد، به این بالا نمیرسد. این بالا خواست که چند صد هزار دلار دیگر به حسابهایش در آفشور اضافه کند و مثل همیشه شهروندان عادی تاجیکستان جبران آن را میپردازند. بالا دیگر وقتی آن آمده است که بیزنس میکنی، خونی مردم را میمکی یا حکومت را اداره میکنی، باید به یک قرار بیایی. کدام از این را میقپی؟ در یک دک هم آش پلو هم شوربا را به یک بارگی پخته نمیشود. یکیش را بگیر، انتخاب کن. تماشابینان گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. به شما هموطنان عزیز، خصوصا آنهایی که به سفر برآمدنی هستید، توصیه من این است که پیش از آن که شما گاوتان را میفروشید، گوساله‌تان را میفروشید، ماشینتان را میفروشید، قرض میگیرید، بلیط هواپیما میخرید، باید توصیه ما به شما این است که کفالت پرواز را بگیرید. کفالت پرواز را از شرکت های هواپیمایی، از آنهایی که به شما بلیط میفروشند بگیرید و
کوشش کنید که فریب نخورید. از همه مهمش این است که در حالتی که به این گونه حالت ها دوچار میشوید حتما این مسئله رو رسانه‌ای کنید. حتما رسانه‌ای کنید. حتما حقتان را طلب کنید. جیم آرام نایستید. در فرودگاه ها خواب کردن شما، در سری خرک ها خواب کردن شما با کودکان خردسال، این به جان خودتان ظلم است. هم نهایت کار شما این است که این ظالمان را با جسارت تر به ظلم میکند. جسارتشان به ظلم زیاد می شود. به شما کردن به دیگران هم میکنند. شما باید به دیگران نوبت نداده پیش این راه را بگیرید. بیاید با هم بگیریم. حتما این مسئله ها دیگر خاموشی نکنید. حتما حقتان را طلب کنید. وقتی آن رسیده است که اینها نهایت به این خلاصه بیایند که یا بندیتیزم را به عهده بگیرند یا اینکه حکومتداری را بندیت را که جایش میدونیم، جایش کجا است. حکومت را از روی قانون با عهده‌داری ها اداره کنند. از عهده‌اش نمیبرایند. باید جایشان را بدونند که کجا است. سلامت و سربلند و پیروز باشید. تا برنامه های دیگر یکایک شما را به الله پاک می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه